تا حالا چقدر پیش اومده که میخواستیم بریم یه کاری رو انجام بدیم ولی خب قبلش گوشی رو برداشتیم و وارد اینستاگرام شدیم، اکسپلور رو بالا پایین کردیم، وارد تلگرام شدیم، کانالا رو زیر و رو کردیم و وقتی به خودمون اومدیم دیدیم که کلی از زمانمون رفته و نتونستیم بریم به کارمون برسیم و این کار هم هیچ سودی برای ما نداشته. اینو میخوام بهتون بگم که این یک حالت ذهنیه که ما رو داخل این تله میندازه. ذهن ما با چند ترفند ما رو داخل این دام میندازه و به ما اجازه نمیده که ما بریم به کاری که باید برسیم. اولین ترفند اینه که به ما میگه ما روی خودمون کنترل داریم. آقا من روی خودم کنترل دارم، هر وقت بخوام میتونم اینو بذارم کنار رو برم به کارم برسم. در صورتی که اینجوری نیست. من بارها برای خودم پیش اومده که گفتم بذار یک پست ببینم، این پست رو ببینم و بعدش میرم که کارم رو انجام بدم، ولی وقتی که به خودم اومدم دیدم 10 پست دیدم و هیچ سودی هم برای من نداشته و منم نرفتم به کارم برسم. این یک تله ذهنیه که ما رو داخل این دام میندازه و نمیذاره ما بریم به کارمون برسیم. ترفند دومی که ذهن روی ما پیاده میکنه اینه که میگه آقا بعداً این کار رو میتونی انجام بدی، بعداً میتونی بری این کار رو انجام بدی، فردا، پس فردا، هفته دیگه، زیاد کار مهمی نیست، حالا بعداً میتونی بری انجام بدی، فعلا این کار رو انجام بده، فعلا بذار اینا نگاه کن، اینو بعداً هم میتونیم انجام بدیم. در صورتی که اینجوری نبوده و ما هیچ وقت اون کار رو انجام ندادیم و وقتمون الکی با این فضای مجازی تلف شد. سومی ترفندی که ذهن روی ما پیاده میکنه اینه که این باور رو به ما میده که هیجان با رضایتمندی یکیه. یعنی چی؟ یعنی که من دارم الان اکسپلورم رو چک میکنم، این هیجان رو به من میده، این هیجان کاذب رو به من میده که از این لذت ببر، الان ولش کن، حالا بعدا میرون کار رو انجام میدی، الان این از این لذت ببر، این مهمه. در صورتی که بارها پیش اومده مثلا ما وقتی که اکسپلور خارج شدیم، گوشی رو خاموش کردیم، بعد یکم با خودمون فکر کردیم، دیدیم که این هیجان موقت بوده، کاذب بوده و وقتی که ما میبینیم اون کار رو نرسیدیم بریم انجام بدیم، حس بدی بهمون دست داده و حس رضایتمندی نداریم. این باور غلط ذهن مایه که هیجان کاذب رو با رضایتمندی طولانی مدت در یک راستا قرار میده، در صورتی که اینجوری نیست. ترفند چهارمی که ذهن ما رو اسیر میکنه و ما رو داخل این دام میندازه اینه که به ما میگه که ما روی محیط اطرافمون کنترل داریم. من با هر 10 دقیقه چک کردن استوریا، با هر دقیقه چک کردن کانال های تلگرامی روی محیط اطرافم کنترل دارم. در صورتی که بارها پیش اومده که ما ساعتها به هر دلیلی اینترنت نداشتیم و نتونستیم بریم فضای مجازی رو چک کنیم و هیچ مشکلی هم پیش نیومده و این یک باور غلطه که ذهن به ما داره القا میکنه. برای اینکه با این ترفندهای ذهنی مقابله کنیم، تنها راهش اینه که ما یک کاغذ برداریم و وقتی که با این مشکل مواجه شدیم، وقتی که این حالت بهمون دست داد و نتونستیم بریم به کارمون برسیم، بعد از گذاشتن گوشی کنار کاغذ رو برداریم و بنویسیم، ببینیم کدوم حالت ذهنی، کدوم ترفند روی ما پیاده شده، ذهن کدوم ترفند رو روی ما پیاده کرده و به ما اجازه نداده که بریم به کارمون برسیم. اینطوری میتونیم کنترلش کنیم، دفعه‌های بعد و داخل این دام نیفتیم. حالا من سعی میکنم داخل ویدیوهای بعدیم توضیحات بیشتری در این رابطه بدم و تکنیک‌های بیشتری بهتون بدم. فعلا همین رو داشته باشین، امیدوارم موفق باشین.